مزار ملا محمد جان اندر مزار سخی و شای مردان اندر مزار سخی و شای مردان سر کوه بلند فریاد و کردم علی شیر خدا را یاد و کردم بیاوریم با مزار ملا محمد جان دن 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 دن. ای جگر برور اشتنی برور گولم سلام برای خیریتی جان. آخه دیشب تو خودیدم باور کن میت خودیدم خو البته تازه نسوار انداختیم. نه پیشتر توف کردم اشتنی جگر برور زنده باشه. خوبی شکر. اشتنی جگر برور شکر فضل خدا. چرا رختاتی تو لما اشته لما شده بشیشتم میگه اشته برور ما چرا نمیای به خونه مه خب به خونه شما من 3 4 5 20 روز پیشتر می آمدم میگفتیم اینجا خیرات خونیه میای لنگا خود دراز میکنی خود زن بچه خود میسته که گیلک براره ما و تو براریم دیگه ما 2 ماه 3 ماه یک دفعه بیا به جامعه گردم میای دیگه من گفتم نمیرم دیگه زن مگو تو شرم حیا نداری که تو میری برارا تو یک سره به تو نقه کد میذارم میگم میای به سفره خونجگاه ماشان نون میخوری چی گیلک جو بعضی اگه 2 تا برورا یا مثلا 2 تا همسایه خودی هم جنگ میکنه یا که میای میگه معذرت خواهی میکنه میگه مر ببخش امروز من پسند است تو معذرت خواهی میکنه سکو مر ببخش برورا من خوب شد دیگه خوشم هم گفتگان 2 ماه جو حق میراسا خودم بستون دیانال تقریبا 17 لک و 30,000 میرسه به ما برسید دیگه انا خوشم گفته که اگه با دل تور بزد دوست زمین انا مشکل نداره اون باغ انگوری است تو اما زمین گفته به درد تو میخوره که بدی به کشتمن بدی باغا را پشت مردم میخورم و میودانا رو میبرن گفتم صحیح خوبه نوشته شد خط نوشته شد کلک کنده شد با دادم به من خب خیر خوب شد برور خوب گردون تام به 4 گرم پولی برسیدی من از تو معذرت خواهی میکنم وردا زنه بچه خو بیار برورم کمی تا بروم قرار کرده گوشت و گوسفند می یکی 2 هر چیزی که من به خدمتتون دیگه این پولا کو خورم بیجا نکو من به خدمتتون من از تو معذرت خواهی میکنم اگه امروز روزا اول که من که خودی تو بدرفتری کردم با زمان من از تو معذرت خواهی میکنم برور چرا من از این روز نباستیم نه بس دیگه چیزی نه برداشت بد نکو گیلک جو همین دیشب خود دیدم تو رن میبینی ولی بیامدم از تو مثلا پرخاکی عمل میگم چرا برارم جگرم چرا پرخاکی خب گیلک جو برارم جگرم به دلمشی عظیمی امروز حال گرفتی به سرا زن بچه خبر میداری میای 5 شبه یک هفتگی به خونه من میمونی عزت احترام بدون کدام گپ اگه بیامدی خوب نمیدی نمازدگر میام به دم سرا تو به کفت خو میارم به خونه برارمه خوبم بیاییم ما دل مجام باشه دیگه بیای دیگه حتمی خب الان میرم به بجنده کم میگم بزی قصه نباش چادر خود تیار کو کبری بزی قصه نباش که من میبینی خم کندیم در به در مال 4 نفر قصدار راست میگی بازم تو ما بولی چشما خود جمع میکنم برارمه تو جگر براری بیای دیگه برارمه میبینی درد غم زیاده بیای برار جو خوبه خدا حافظ میرم اول میگم بابا جندک میگم کارا خود تیار کو کبری جگر بخی دستم بخی نرو نشی برار به دلم میشی بخی خم نداره تو استاد من باویم بری تو خوبه بده جگر برار بده چلو بچه خبر داری بیاری خب میارم دل جان باش بیاری دیگه ما معطلم باید خدای چند رو پول بغا تو بکنم کمی قرضا خور بودم جور باشم اشتن ماما جو بخیری سلامت ماما خدا زنده باشی جان جوره یعنی دمه که خبر شدم که ماما گیلک صاحب میراث شده خب ایتا بال نداشتم که بپرم من گفتم البته همون میراثا از من گیلک راست میگه با خوشی من یک کار دیگه هم بکردم چه کار کرد؟ خوشی من گفته خاطر من زن گیلک دختر خود خیلی مایم
دومات خود گیله کردن خیلی من گو شیرن خود گوسالی رو بدادم به من گفتم میر فیشی بفروش اگه نمیر فیشی هم برای که دیگه باشه که دوغ ماسایی بخوری اینه که دوغ ماس با ما رای میکردم هفته یک بشکه 3 کیلو 4 کیلو بشکه باسی رای میکردم با خوشی میگون نه انا ببرک به خود جمع کن دختر مکی بیتاره یعنی کاش که من دومات تقلیمی بودم ماما که مثل تو میته پیش خود سرخوشوخ و قدر عزت میدیشت دیگه خود سرخوشی تو مال یک گوشنگی موشا خونه نادومیرو میره اونا ندارن دیگه خوشی من دیگه زمیدار بش کرد دیگه سه که امی گیله که کسی رو به 4 طرف قرآن نمیدار صاحب نزدیکی 20 لگریفه پول شه اعمال میرم مثلا برار خود جبا چره؟ برار مگه تک مگرم هفتگی بیایی 10 شوی 5 شوی بیایی بستکی خاطر که انا چیز جلوانم هستم به خدا ماما راست میگی شرایط میتنه اصلا تو ماما منی ما خوارزاده تونم تو زن تور نماستیم حاله که صاحب میراث شدی حال به دل ما هسته که به روز 10 دفعه همی کوشات و رنگ خیر بینیم برار دیگه گپی نیم ماما جو خورزاده خود بگردم میایم ما مشکل نده چند شو بیایم بستکیم اصلا ماما تو خودی ما بیا هم خرج شو خرج تو به بالیم تو دیگه چی می 1 سال 2 ماه 3 ماه 1 هفته 10 روز همی تبست تک تا دل تور بزنه پس برو به خونه خود از این روزا بچه ها تو شخ بود بچه ها تو رو هم نماستم حال بچه ها خورده تو رو همی تا به روز 10 دفعه روی اینا رو بیس میکنه زنده باشین راست میگین سلامت باشین تو بزی کارا سر تو وانه میشه که شرایطی میته شرایطی شده اگه چیزی دیشتی تو رو هر کی ما اگه چیزی ندیشتی لغت هم تو زنده باشین تشکر باشه شما ماما جو تشکر باشه شما منطقه ماما اگه گاهی وقتا به من ضرورت دیشتی مر به جامعه مثلا نیاز دیشتی به من زنگ بزی به سر خوارزاده خو حساب کن دیگه زن مگفت تکتون نخواهتون است بده کشتار به چیز بده من مرتککا بده که بکارم میتونی اشته نمیتونی تو چه کار میکنی من خودت تو دست کمک میشون بیا از این من بیکارم کار ندارم کشتار خود تو شروع کن با کار من خودت تو دست کمک کنم اینجا شراکت کار میکنم خوبه بیخی من که اشتمند تو گیله خوبه دیگه تو چی ملک اشتمند بگیر تن به سر بالا سر مباش یعنی خوبه صحیحه با وقتی میره که من میره که زن خود ببرم مثلا برای خود جبار از سرا جبار امدی به سرا نری توری خودت تنه بچه خوب با اون که بیام بیخی من با برات تو میایم با خونه برات تو جبار خودت زن خوب میام برات تو خوبه تیار بشیم ما سلام هم بگو و علیکم اشتنی خیلی خوشحالی خیلی سلامتی آشو چی گپوه حالا قراری کجا بیدی چی خبر این جال ما امرو مسراخ خاطر میمون کاکا من میمون کاکا خونه ما بله ماما جگر گوش کش که تو چی میگم خوب گوشا خوا کو گپا رو تا گوشا خو دورو کو مادر تو ماما جگر برام زنگ زد گفتک برو بیایم همین دومات خو گیلا کر بفهمونیم اون زمانی که هیچ چی ندیشتیم یک ریپ خدا به خونه شما پیدا نمیشد برارای اصلا نماسم که برار خور ببینم کاکا تور میگم حالی که بعد 2 قران میراث به شما برسیده اون کار ما تقسیم کردیم کاکا تو هر کدوم برای سر کلینا پیدا میشه و هر کدوم برای شما رو میمون میکنن ماما صحیح کنی اگر من پیار مسادیه من اوشیارم آفرین بچین مادر من اوشیاره اگر من پیار مبره من نمیرم مادر خواه میگو شما هم نری آفرین ماما جگر آفرین از اون وقت که هیچ چی ندیشتیم کسی نماز شما رو ببینه حالی که باز 2 قران میراث به شما برسیده اون هم سعی میکنی یکی و یکی دیگه مای پیداش اونا رو از دست شما خطا خوره ببره برات کار خود سعی کن تو چی میگو ماما جگر برو به پیار خود سلام بگو بعد از سلام بگو به هیچ جا نری ماما گفته من شو به عروسی دعوتتون به جای میام شما رو هم خود میبرم میمون به خونه کس نشین به هیچ عنوان نه بابا به کجا میمون میشی کوکای که نماستم رنگ ما ببینم حالی بری میمون اینا چی آفرین بیشک سکو ماما جگر حالی همه پیرک تو بنده خدا یک آدم ساده تریه تو کنم خدا هوشیاری مادر تو که هوشیاره تو از حق خود دفاع کن نذار حق تو پای ما شو یک دیگه بیا حق تو رو داره ببره خوبه بریم تیار خوشحال بشیم پیار خود سلام بگی بگو هیچ جای اجازه نداریم بریم بابا بیا براتون برو خدا یار تو عجب زمونه شده به خدا قسم کنجا باخشه دلو ماتم گرفته خدا آسمان مار به دست کم گرفته چرا نمازی شوم شده به شهر هیرات لبی بانگوم ریا جور با شعب چه خاله چه خاله خیریت چه خاله جو جندر خیریت یار هستی جندره
باخچه بودی؟ تا باخچه بودم آفشون گسپندا صدا ترکه بشنیدم گیلک صدا ترکه بشنیدم با دیسه که گیلک در چیکار میکنه صدا ترکه بشنیدم با در شدم گفتم باشه که چند کلمه گپ به تو بزنم بچه خوله کماکی عقل بسر خوبیار چره؟ کمی خور اجیر کو چره؟ من حیرون به می براراتو میمونم چیشته شد که براراتو یک دم به تو ایت میروون شد به خاطر چی میروون شد میفهمی یا نه؟ نه عقلتو که نمیکشه چرا که تو سادی به خاطر انیمی 4 پل زمینی که به تو میراث رسی ایشته بود که 1 ماه 20 روز پیش همی براراتو اصلا چهره طور نماستن به در سراخو راست میگه حالی 24 ساعت یک برار میره یک برار میاره خورزاده میره به چمه میایه اعمال زن ما گفته که ما برفتم برات رفتم گفتم بیا که بریم برار ما جبار من میمون که گفته 33 برار ما برات برار تو جبار برات زن بچه جبار ما چرا برو مسئله ازی تو بیعقلی به من میگه تو میگه تو خجالت نمیکشی تو چرا برمی خزی میری به کسایی که مار نماستن مثلا سفری خو یک شو حالا باید خاطر میراسا خود بخش کردم برارم مادرم برارم بدادم میراسا انا با تو اینجا من چون سر تا شیره میمالم که عقلم کمال من نیه میگو چرا می یک هفته جلوتر که میراسا شما بخش نشده بود کسی تو نمیشناخت نه من همین از تو پرسان کنم بچه خاله امرو به قصه برار و عمد و معبود نشو به قصه خود خوشو بیاد تور بیار که تو به در سرا خود چی رقم جواب میکردم نه دیگه من میفهم راست میگی اونا یاد داره همی کاره بلد همه گپ پر میفهمم من خود نانی خو گپ زدم بزو گفتم برو دختر خواهر خور نصیحت کو او آدم سادی نمیفهم دختر خواهر تو کوشیاریه گفتم دختر خواهر تو کوشیاری اگه او سادی نمیفهمه حالا کجا میری بچه خاله چی کجا میبری یک به سلام بدم خب بیا بریم چاش تا خودیم و میمون ما شو جال باش بیا که بریم سلامت باش خدا سلام علیکم شتون کوکو سلام کو کجا میری کوکو خوبه چرا هستی عاشقم ساعت 4 بجه شد 4 نیم بجه شد دیگه پای به سر بار کردیم چرا نامودی کوکو خیر بینی کوکو زحمت کشیدی زنده بشی کوکو خو دست شما در نکنه یک چیز دیگه خو ما کوکو نفرا 20 روز جلوتره دم که می آمدیم به سرا شما ما میگفتیم حرکت کنیم بریم اینجا شما به خرج خونه ور نداشتم خیره که پیار من نمیفهمه اما که میفهم خاطر چارغرانه که به دست ما آمده شما مایی خوب این گپا و شیریر باز کی برای شما یاد داده کدما اگه پیار من نمیفهمه 2 نفر دیگه هوشیار هسته به خونه گوشکش کوکو ما از پیارتو معذرت خواهی کردم بحث دیگه چیز بیزینی یا پولی من فکر شما رو بفهمیدم که گپ شما با کجاه بفهمیدی باز من عزت کردم احترام کردم میشه برای شما دیگ بار کردم که شما برخزیم بیاییم خیر بینی یعنی امشب نمیاییم نه خب هر کس بوده این رار برای شما یاد داده فکر میکنم برو بشناختم که کینه نمیگم خیره یعنی امشب شما نمیاییم نه اگه بشناختیم بخیر باشیم دیگه پیار ما دعوت نکنیم گپ خلاص خوبه برو بخیر برو دیگه پا و شیریر میفهم کی برای شما یاد داده اینا هم کار مادرتونه این مادر هوشیار تو ایت زیرکی هست که چی بگم باز من واسم از این گلالو ده کاین می برای خوب بگیرم فکر کنم همه چیز رو بفهمیدین شما مادر بچه ها خیره دیگه حاله همون دیگه